امسال از ولایت سوخت در چمپیونات تاجیکستان اوید با فوتبال بین دسته‌های لیگ یکم یک دسته تیم گلستان شهر گلستان اشتراک دارد و در این چهاربینی ورزشی ولایت سوخت را معرفی می‌نماید. در دور دوم چمپیونات مذکور دسته گلستان تیم حاصلات ناحیه فرخار را به حضور پذیرفت. واخوری این دو دسته از سبب در تعمیر بودن ورزشگاه مرکزی شهر گلستان در ورزشگاه مرکزی شهر بوستان برگزار گردید. در دقیقه‌های اول قسم یکم بازی کشودن حساب به بازیگران هر دو دسته میسر نشد. در دقیقه 39 دیدار بازیگری دسته حاصلات امینجان قربانوف از یک امکانیت مساعد گلزنی استفاده برده حسابی بازی را کشود. در دقیقه‌های باقی مانده قسم اول و در 45 دقیقه قسم دوم و 5 دقیقه به بازی اضافه شده واخوری و بازیگران هر دو دسته دیگر امکانیت تغییر دادن حساب میسر نشد و واخوری با حساب 0-1 با فایده دسته حاصلات فرخار به انجام رسید. مورد به ذکر است که در دور یکم چمپیونات مذکور حاصلات دسته دینامو را با حساب 3-0 شکست داد و گلستان در واخوری با کوکتاش با حساب 2-1 مغلوب شد. در دور سوم چمپیونات تاجیکستان اوید با فوتبال بین دسته‌های لیگ یکم گلستان در سفر با سرحدچی و حاصلات در میدان خود با سرای کمر وا می‌خورند. صاحبان میدان هم بازی نقض نشون دادن. مومنتی گلزنی هم داشتن استفاده نبردن. ما هم مومنتی گلزنی داشتیم استفاده بردن نتونستیم. یک مومنتی گلزنی خود رو استفاده برده سزاوار 3 گل گشتیم. و تمام مخلصان فرخار این غلبه رو تبریک میکنم. نقشه ما در موسم این سال ما خوب برآمد کرده روخت به لیگ ایالی گرفتن. بازی خیلی خوب شد نسبت به بازی پیشینه بازی خوبتر شد. هر دسته حاصلات تجربه بلند دارد. بچهای ما هم خوب بازی کردن. مومنت‌های خودمون استفاده نبردیم. آینده بازی ما قطعی سرحدچی در دور سوم حرکت میکنیم که غالب آمدن و 3 گل رو آوردن. در دور دومی رقابت‌های چمپیونات مملکت اوید با فوتبال بین دسته‌های لیگ یکم دسته ماهر ناحیه یوان در ورزشگاهش تیم پنشر ناحیه جلال‌الدین بلخی را به حضور پذیرفت. یادآور باید شد که دسته ماهر این دفعه نیز از تیم رقیب با حساب 1-0 به شکست روبرو گردید. در دور اول دسته ماهر در سفر از تیم هولبوک ناحیه واسه با حساب کلان شکست خورده بود. تیم پنشر باشد بازی اول را در خانه خود با دسته سرای کمر با نتیجه 1-1 به انجام رسانید. در قسمت اول دیدار امروزه فوتبالبازان برای رختن ساختن دروازه‌های یکدیگر کوشش و تلاش‌های زیاد نمودند، اما قسم اول به زدن گل پشت سر شد. قسمت دوم میدانداری باشد بسیار هم جالب و دیدنی و تیز و تند ادامه کرد. همین بود که در دقیقه 70 بازیگر صاحبنام تیم مهمان نیم محافظتگر رقم 22 شوکت خدای نظرов توپ را به سوی دروازه صاحبان میدان هوا داد که در این حالت دروازه‌بان تیم ماهر از عهده برگردانیدن توپ نبرآمده حساب کشاده شد. دیگر تا دقیقه‌های باقی مانده کوشش و حرکت‌های بازیگران صاحبان میدان به نتیجه انجام یافت. همین طریق واخوری دسته‌های ماهر و پنچر با حساب 0-1 با گل زده شوکت خدای نظرов به انجام رسید.